آقا محمد از عراق در مورد آیه 64 سوره نساء پرسیدن. این آیه رو من بیارم. سوره نساء آیه 64. میریم یک کمی عقب‌تر. احمد جان اگر که لطف بکنی نشون بدین رو. میریم سوره نساء از آیه ذکر کفار هست و بعد از اون ذکر مؤمنین هست و در اینجا بعد از اون امر است برای مؤمنین. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. ای مؤمنین از الله اطاعت کنید و از رسول اطاعت کنید و از اولو الامرتون. چرا در اینجا نگفته که از اولو الامرتون و اطیعوا اولو الامر منکم؟ چون اولو الامر حاکم، پادشاه، امام، خلیفه، هر کسی که بر مسلمانان حکومت میکنن یا علمای دین که حرفشون شنوایی داره در بین مردم، اگر اطاعت از الله کردن، اطاعت از رسول کردن، ما از اونها اطاعت میکنیم. اگر غیر الله و رسول حرفی زدن، میگیم بهشون که لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت از مخلوق در جایی که امر به معصیت خالق بکنن جایز نیست. و اگر که ما با این اولوالامرمون که حاکم است، امام است، خلیفه است، هر کسی است، اگر باش به مشکل برخوردیم، حرف بی ربطی زد، فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، اگر که حرف خلافی زد برمیگردانیم به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بودن، اگر که صحابه مثلا با ولی امرشون در یکی از غزوات با والی، با کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تعیینش کرده بود، در چیزی مخالفت میکردن، میومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم شکایت میکردن و ایشون حل میکردن. این کنتم تؤمنون بالله، اگر شما مؤمن هستید پس باید این گونه برخورد بکنید. این صفت ایمان به الله و به روز آخر صفت کسانی است که اطاعت از الله و رسول و از اولوالامر میکنن در جایی که اونها اطاعت از الله و رسول بکنن. ذلک خیر و احسن تأویلا، این بهتر و خوش فرجامتر است. این آیه 59 بود. آیه بعدی در مورد منافقین، کسانی که نه کافرند نه مؤمنند، کفرشون رو پنهان کردن، اسلام رو اظهار کردن. اینها کیا هستن؟ منافقین هستن. اینها را در موردشون میگه که الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا. آیا نمیبینی اون کسانی که ادعا میکنن که یا گمان میکنن که ایمان آوردن به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، به اون چیزی که به تو، به اون چیزی که قبل از تو نازل شده، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اینها میخوان چیکار بکنن؟ میخوان که حکم طاغوت رو یا حکام سرکش رو یا کسانی که من دون الله پرستش میشن رو یا کسانی که مؤمن نیستن، همه اینا طواغیت هستن. و قد امروا ان یکفروا به، و امر شدن که کافر بشن به آنها. یعنی چیکار بکنن؟ اونها را انکار بکنن. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، و شیطان میخواد که اینها رو گمراهشون بکنه و به گمراهی دور بیفکنه. در آیه بعدی و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، اگر به اونا گفته شد که بیایید به سوی آنچه که الله سبحانه و تعالی نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، میبینی که منافقین از تو روی میگردانن. فکیف اذا اصابتهم مصیبه، پس چگونه وقتی که به خاطر این اعمال بدشون مصیبتی به آنها برسد، بما قدمت ایدیهم ثم جاءوک یحلفون بالله، میان پیش تو قسم میخورن به الله،
این اردنا الا احسانا و توفیقا، که ما جز نیکی و توافق و یعنی نمیخواستیم یعنی کار بیوده بکنیم و هدف ما به اصطلاح نیکی بوده. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، اینا کسایی هستن که الله سبحانه و تعالی از قلبهای اونها آگاه است. فعرض عنهم، از اونها روی بگردن. وعظهم، اونها رو چیکار بکن؟ پندشان بده. و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، و اونها رو بهشون چیکار بکن؟ کرداراشون رو با اونها گوشزد بکن. در آیه بعدی چی میگه؟ و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه به اذن الله از او چی بشه؟ اطاعت بشه. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، و اگر آنها وقتی که ظلم کردن به نفسایشان، جاءوک، بیان به نزد تو، فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، اگر اینها اومدن پیش تو و از الله طرف استغفار میکردن و از تو، بیگمان الله توبه پذیر مهربان است. این آیه رو که در بین این آیاتی که در مورد کفار و مسلمان ها و منافقین هست، اینها میارن چیکار میکنن؟ این رو دلیلی میارن که ما از رسول الله صلی الله علیه وسلم بخواهیم یا از پیامبر صلی الله علیه وسلم طلب استغفار بکنیم. حکایت چیست؟ ببینید، یکی از نکات مهمی که ما باید بدونیم این است که شأن نزول آیات رو باید بدونیم. این آیات همونطوری که در ما قبلش دیدیم در مورد منافقین است. منافقین، اولا حکایت قبلی که در مورد اتحاکمون الی الطاغوت، یک منافقی اومد با یک کسی بینشون مشکلی پیش اومده بود، اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم کردن به عدل، این راضی نشد، گفت میریم پیش فلان یهودی که اون یهودی بیاد مشکل ما رو حل بکنه. چون منافق بود، به رسول الله صلی الله علیه و سلم اعتقاد نداشت. در اون آیه قبلی میبینیم در صفحه قبل بود، در آیه 58 و 59 که اینها رفتن پیش کفار و پیش طواغیت که اونها حکم بکنن، در حالی که مسلمان باید راضی به حکم الله و رسول باشه. عده‌ای اومدن در غزوات تخلف کردن. اونایی که مسلمان واقعی بودن، مؤمن بودن، اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم بدون که عذر بیارن، بهانه بیارن. گفتن یا رسول الله، در وضعیت خوبی بودیم، تندرست بودیم، استطاعت هم داشتیم، اما شیطان ما رو وسوسه کرد، تخلف کردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم براشون استغفار کردن، توبه اونها پذیرفته شد، مانند علی ثلاثه الذین خلفوا در غزوه تبوک که در سوره توبه مفصل در مورد ذکر شده. اینها توبه کردن، الله توبهشون رو پذیرفت، آیه نازل شد در این مورد. اینهایی که در این آیه ذکر میشه در مورد منافقینی است که اینها به جایی که بیان پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم توبه بکنن، ایمان حقیقی بیارن، از الله سبحانه و تعالی طلب مغفرت بکنن، این کارو نکردن، بهانه تراشیدن، دروغ گفتن. الله سبحانه و تعالی میخواد به اینا بگه که اولا ما پیامبر رو نفرستادیم مگر اینکه شما از او اطاعت بکنید. هر حکمی که میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم، آمنا و سلمنا، باید ایمان بیاورید. و اگر ظلمی کردید بر خودتون، از جهاد تخلف کردید، اگر گناهی انجام دادید، بیایید و از الله و رسولش طلب استغفار بکنید. چرا در اینجا در مورد منافقین رسول رو ذکر کرده؟
چون اینا نه تنها نسبت به الله سبحانه و تعالی ظلم کرده بودن، نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ظلم کرده بودن که اولا حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نپذیرفتن، دروغ گفتن به پیامبر صلی الله علیه و سلم و جفا کردن در حق ایشون. حقوق الله سبحانه و تعالی رو طلب استغفار میکنن. الله سبحانه و تعالی در آخر همین آیه میگه که لوجد الله توابا رحیما. احمد جان اینجا نشون بده، میگه که اگر این کارو بکنن الله بیگمان توبه پذیر مهربان است. نگفته که لوجد الله و رسوله توابا رحیما. در اینجا فقط الله سبحانه و تعالی ذکر شده چون که این قضیه متعلق به الله هست، قضیه عبادت است، قضیه ایمان است، قضیه تقوا هست، قضیه این است که شما از دایره اسلام و کفر باید براتون مشخص باشه، یا کافر میشی یا مسلمان میشی. پس در این صورت این حق الله هست، توبه بکن، استغفار بکن، الله توبه پذیر مهربان است. اما اگر در حق یک انسانی ظلم کردی، در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم، بیا و از رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب استغفار بکن. این به اون منافقینی است که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ظلم کردن، دروغ گفتن، تخلف کردن، حکم رسول الله را نپذیرفتن، از همراهی با رسول الله سر باز زدن. اینها هم در اینجا مخالفت با الله کردن، هم با رسول الله کردن. به همین دلیل باید از رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب استغفار و بخشش می‌کردن. همان گونه که اگر شما امروز در حق یک انسانی ظلم کردید، 1001 عبادت بکنید، الله سبحانه و تعالی اون ظلمی که در حق اون انسان کردید نمیبخشه الا که خود اون شخص ببخشه. غیبت کسی رو کردید، باید برید ازش طلب رضایت بکنید. حتی در مورد شهید، مثلا کسی مال کسی رو دزدیده، به حرام خورده، ولو اینکه شهیدم بشه که همه گناهانش بخشیده میشه، الله سبحانه و تعالی این حق الناس رو نمیبخشه تا اینکه اون طرف راضی بشه. حالا در بعضی از روایات اگر اومده که الله سبحانه و تعالی میاد و شفاعت این شخص در نزد اون کسی که به اصطلاح حق این رو پامال کرده یا که بدهکارش هست یا هر چی که هست، اما عموما این است که حق الله را الله سبحانه و تعالی توبه کنی، استغفار کنی، میبخشه. حق انسان ها را اگر پامال کردی، باید بری از خودش طلب مغفرت بکنی که تو رو ببخشه. و اینها در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم ظلم کرده بودن و به خاطر همین واستغفر لهم الرسول در اینجا ذکر شده. ربطی به این که ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم بخواهیم، طلب حاجات بکنیم، به ایشون متوسل بشیم، ربطی به این قضیه نداره. حتی آیه بعدی هم ببینید که چقدر زیبا میگه که فلا و ربک، نه سوگند به الله، به پروردگار تو، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، نه به خدا، به پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند تا این که تو را داور قرار بدن در آن چیزی که در بین خودشون اختلاف دارن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. و بعد از اینکه حکم کردی تو دلشون احساس نکنه چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم اینطوری حکم کرد. حتی اینم نباید در دلشون احساس بکنن، اون موقع میشن مؤمن واقعی. و یسلموا تسلیما، و تسلیم شوند به حکمی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نموده است، به بهترین وجه قبول بکنن.